طبق فرمودهای شریعت اسلام با در نظر داشتن که در ماه مبارک رمضان قرار داریم، دادن صدقه فطر در این ماه برای همه لازم است. حکم دادن صدقه فطر طبق شریعت اسلام در چیست و به کیها باید داده شود؟ البته صدقه فطر یعنی ما بعد هر یک عبادت یک امید و آرزو و دعای قبولیت عبادت داریم. ولی نماز وقتی که تمام میکنیم حتمی بعدی نماز میگیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال. این استغفار به خاطر چی ما گناه نکردیم که عبادت کردیم، لیکن بعد عبادت استغفار میگیم به خاطر چی؟ به خاطر که عبادتمون قبول شود، استغفار کامل شود، مکمل قبول شود. ولی استغفار تنها برای معصیت نیست، استغفار حتی برای برکت یافتن در زندگی هست. و عیناً حالا در اخیر رمضان تا پیش از نماز عید باید که انسان‌های دارنده، اونایی که مالشون به نصاب زکات رسیدگی هست، اونها باید صدقه بدهند. صدقه فطر بدهند. صدقه فطر. حالا این دارنده ها باید صدقه فطر بدهند و هر انسانی که صدقه فطر یا زکات یا که احسان و نیکی میکند، شما از عمق قلبی او پرسان شوید که همین وقتی که صدقه یا نیکی یا احسان میکنید چی احساساتی در قلب شما با وجود میآید؟ یک حلاوت و راحت و لذت رو انسان احساس میکند. تمام نیکی هم در دنیا هم در آخرت برکت دارد، یعنی خوشحالی دارد، خوشنودی دارد، سعادت دارد، به صاحبش سعادت میارد. این مسئله ای که کی فطری روزه میدهد. انسانی که مالی به نصاب رسیده داشته باشد حتمی واجب است که برای تمام افراد اویلش، حتی نوزادی که 10 دقیقه پیش از نماز عید تولد شده است، برای اونها هم صدقه فطر میدهد. باید بدهد، واجب است. حالا در یک خانه فرض کردیم اهل و خانواده هستند، اگر سرمایه یا پسنداز مشترک داشته باشند، سرداری عائله برای تمام افراد عائله، حتی گفتم که نوزاد، یعنی باید که چی بدهد؟ صدقه فطر بدهد. برای کودکایی که حالا روزه نمیگیرند لیکن صدقه فطر داده میشه، حتی نوزادی که تولد شده است برای اون صدقه فطر داده میشه. برای چی؟ قبل از همه که این اجر دارد، ثواب دارد، رازگی پروردگار است. دیگر این که هر صدقه انسان چه فطر روزه باشد چه دیگر نمودهای صدقه باشد، بلا رو دفع میکند، بلا رو دور میکند، آفت رو دور میکند. حالا چشم و حسد و همین چشم و حسد، حالا میگویند که چشم سنگ میکفاند، این واقعیت دارد. به خاطر که این آفت رو دور کند باید انسان فطر روزه بدهد. فطر روزه هم اجر و ثواب رو جلب میکند و هم بلا رو دور میکند. در حدیث پیامبر علیه السلام میگوید که هر صدقه انسان یعنی بلا رو دور میکند، غضب الهی رو سرد میکند. حالا در نتیجه گناه باید که عذاب مصیبت بلایت بیاید، پروردگار باید بیارد. پروردگار نمیارد، همین گناه هست که گناه انسان بالای انسان آفت و مصیبت ها میارد. لیکن در نتیجه صدقه اش همین بلا رفع میشد. اونایی که صدقه میدهند، صدقه یا که فطر روزه میدهند، فطر روزه رو به نیت اجر بدهند. حتی ما در رمضان هستیم، روزه گرفتن رو ولی میگه که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که رمضان رو به نیتی خالصا لله و به امید اجر، در تمام نیکی انسان باید، مسلمان باید از نیکیش امید اجر کند. حالا فطر روزه میدهد، فطر روزه رو وقتی که داد از اون امید اجر کند که من دادم پروردگارم به من میدهد. هیچ چیزی نیست که مسلمان بدهد پروردگار اون رو عوض نکند. حتی بیزور به همین مناسبت بگویم گاه پدر میگیرد پروردگار، مادر میگیرد، بسا مصیبت وزنین است، برای انسان دشوار است، لیکن مسلمان باید اعتقاد داشته باشد که پروردگار هم گرفت،
عوض میدهد، به عوض نمیمونه. شاید نعمت بیشتر و خوبتر بهتر و خوبتر. برای هم میگوید که کسی که اگر حتی در مصیبتش صبر کند، از لحظه های اول بگوید پروردگار رو به تقدیرت راضی هستم، این نزدیکم رو بیامرز و اجر این مصیبت رو از من کم مکن. میگوید که مدام این مراجعت میکند، پروردگار در عوض این جنت میدهد. یعنی اجری ارزانی نیست، اندکی نیست، خیلی اجری بزرگ دارد. برای همین وقتی که فطر روزه رو میدهند به امید اجر، با امید اجر وقتی که بدهد، این اجر حتمی برایش اجر و برکت میاد. حالا این برای آدمایی که میدهند. هر انسانی که مالش به نصاب زکات رسیده باشد، برای اون حرام است فطر روزه رو گرفتن، چه خادم دین باشد. برای همین ما اکثریتی که در تمام جلسات شروع علما از امام خطیبا خواهش میکنیم که دوملوی محترم، حتی اگر مالی به نصاب رسیده هم نداشته باشید، فطر روزه رو توصیه بدهید که به یتیم و بیچاره و بینوا و اونی که قرضدار است، آواره است، سرسان است، سرگردان است، محتاج است و اونو برسد، به صاحب حق برسد، به حقدار برسد حق، تا اینکه همون که فطر روزه میدهد بزرگترین اون 800 اجر رو حاصل کند، به دست بیارد. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله وقتی که به نیازمند میرسد، فطر روزه رو به نیازمند میدهند، بین قشرهای جامعه محبت و الفت و اخوت به وجود میآید، احترام به وجود میآید. حالا دارنده ای که اگر نه زکات بدهد، نه فطر روزه بدهد، نه قربانی کند، نه یک بیچاره بینوا کمک کند، میدونید مردم چقدر عیبش میگویند، سختش میگویند، درشتش میگویند، بدش میگویند، احترامش نمیکنند. و پروردگار هم وقتی که میدهد میگوید بنده من به تو دادم، امتحانت میگیرم و بندگان نیازمندم بده. وقتی که داد اون نیازمند، هر وقتی که اون ثروتمندی که چی زکات باشد، چی فطر روزه باشد، هر چی که باشد، وقتی که کمک میکند انسان، هر انسانی رو در وقتی سختی و وزنینی، ولو قرضداری رو میدونید که قرضدار است، و سبب قرضدار شدگی است، یعنی نوچور است، نمیدونه چیکار کنه، در مشکلات گرفتار در مشکلاتی وزنینی دشوار و یعنی سرسون و سرگردان است. وقتی که خرج رو ببرید بدهید، حیاتی که دارد اون فراموش نمیکند. هر جایی که دید میگه خدا خیر برکتش بدهد، در وقت سختی، در وقت وزنینی ما رو دستگیری کردگی است. برای همین یعنی یک عامل اساسی اخوت و محبت و دوستی بین مردم هست، این کمک هایی که انسان ها میکنند. این یک طرفی مسئله. باز طرف دیگری مسئله هست، همونایی که فطر روزه و زکات همیشه نیکی و احسان میکنند. شما دیدید که کم شده باشند؟ هیچ کم نمیشوند. هر چقدر زکات یا هر چقدر فطر روزه یا کمک میکنند به جای جمعیتی، عبودانی، راه، محل، مکتب، یتیم خانه، مکتب میسازند. روز به روز میبینیم میلیون ها صرف میکنن، میلیاردها به دست میارن. خداوند عزوجل وقتی که کشایش اقبال داد، اومدن میگیرد. برکت خود از آسمان است، پروردگار برکتش رو میفرستد، برارت میدهد، اقبالت میدهد، کشایشت میدهد. برای همین باید که انسان هیچ وقت هیچ کمکش رو و هیچ نیکی رو و هیچ وقت یعنی فطر روزهش رو دریغ ندارد. باید که با کمالی یعنی ممنونیت و با کمالی آداب. بعضی میدهن منت میکنن، این بی آدابی هست. یا میدهن بعد میگن حتی فطر روزه رو میگن که یا زکات یا فطر روزه رو که دادید نگویید در حق من دعا کنید، عوض نخواه، منت میشود و عوض میخواهید. شما دعا عوض میخواهید. او چیزی که مشکلی دارد که کسی نیازمندی رو میدید، میگید که مشکلی دارم، دعا که خداوند مشکلی رو آسان کنه، اون دیگه مسئله است. لیکن فطر روزه واجبات دینیت است، واجبات دینی است. وقتی که دادید نگویید که در حقم دادید، مثل اینکه نمیشناسید، تمام مثل اینکه شما رو نمیشناسد. چنین معامله باید کند انسان. در همین صورت وقتی که حالا یک حدیثی صحیح متفقون علیه هست که میگوید که 7 گروهی هست که پروردگار در روز سختی، روز قیامت
این 7 گروه رو زیر سایه عرش خودش جای میدهد. این انسان ها مخصوص انسان هایی هستند که در جای مخصوص جای داده میشوند. یکی از این گروه ها که هستند میگه به دست درست میدهد، دست چپ نمیداند. حالا که دیگر مکتب میسازد همه میدونن که فلانی ساخته است، یا اینکه اویله چند اویله کمیزاعتی رو یا که جوانی کمیزاعت رو خونه‌دار میکند. خیش اقربا و قوم همه میدونن که فلانی سهم دارد یا که مبلغ گذاری کردگی است. عیان است. عیان است، آشکار است. چگونه دستی چپ نداند؟ این تاکید در اون است که هیچ به زبونت نیار. وقتی که مسلمان هر نیکی رو کرد به زبونش نیار. اگر در فکرش چرخ زد، در اینجا بگید که الحمدلله که من نیکی کردم، لیکن به زبون نیارد. وقتی که به زبون نیارد، بدونید پروردگار چی میگوید؟ پروردگار میگوید این بندم خاص برای من کرد و معامله اش رو با من کرد و من با این معامله خاص میکنم و 10 چند و 100 چند برایش میدهم. برای همین دستی راست میدهد دستی چپ نداند، دستی راست دستی چپ نداند، همین است که هیچ از زبونت نبرار. گاه شاهد میشویم که بعضی ها کمک میکنن، بعد 10 بار برای اون بیچاره میکشن، میگن ها نامرد من کمکت کردم میرد کرد، وقتی سختی دیگر برای خود یک دشمن میسازن. وقتی که انسان این رو که به زبان آورد گفت، پروردگار فراموشش میکنه. برای همین میگویند که مسلمان هر نیکی رو کرد فراموشش کنه. فراموش کرد پروردگار فراموش نمیکند، حتمی برای او برمیگرداند. وقتی که کرد و منت کرد پروردگار فراموشش میکند تا آخری عمر مینالد. ما داریم انسان هایی که این کردم اون کردم دیگر کردم قدرم نمیکنم، هیچ کس قدرم نمیکند. برای که قدر کنن دیگه به زبون نیار. این خیلی مهم است در صدقه، خصوصا در نیکی. باید که حتمی باید حتی فرزند هر وقت هم فرزند بگوی که بچه ما خیلی کدوم اخیر یعنی بدش میاد. اون که وظیفه پدری از باید که انجام بده. برای همین چی به زن باشد، چی به فرزند باشد، چی به برادر باشد، چی به دوست باشد، چی به همسایه باشد، چی به نودار باشد، به هر کسی که نباشد قطعی نظر تمام نیکی کرده اش رو به زبون نیاره، تمام به خاطر خدا کند. حتمی اون انسان در زندگی هر چقدر پیر شد میبینید همون قدر پروردگار عزت و برکت و احترام اون رو زیاد میکند. حدیثی صحیح میگوید زنی در یک خانه گربچه‌ای رو شاید که غمش داد می اومد می رفت، هر چیز دخل نول میزد، بعد برد در یک جا مختمش کرد قفسی، نه بود چیزش بدهد و نه رهایش کرد که با دهان خودش چیزی پیدا کند هلاک نشود. از گرسنگی هلاک شد. وحی اومد به پیامبر که فلانی زن که نمازهای شب دارد، طاعت عبادتی دائمی دارد، این همه عبادتایش نجاتش نکرد، نجاتش نمیدهد، جهنم رو برای خود خرید. به خاطر چی؟ به خاطر به یک حیوان بی زبان رحم نکرد، ظلم به یک حیوان بی رحم. حالا که نیکی چی به حیوان باشد چی به انسان، به هر کسی که نباشد یعنی اجر دارد، پاداش دارد، برکت دارد. برای همین میگویند که میخواهید بدونید که چقدر پروردگار نسبت شما رحم دارد، ببینید که شما چقدر نسبت دیگران رحم دارید. هر چقدر که در قلبت رحم نسبت دیگران باشد، این نشانه اون است که پروردگار نسبتت همونقدر رحم دارد. برای همین پیامبر علیه السلام میگویند که الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کنندگان رو پروردگار رحمان رحم میکند. همیشه رحم کنید، با فطر روزه، با احسان و نیکی، با معامله نیک، با سخن نیک، با این همه، تا اینکه رحم پروردگار، جنت پروردگار را صاحب شوید.